آقا درود و ارادت. موتوری که بلوکش رو نشون داده بودم دقت کنید، این هم پولکی هایی که با سکه وجه رایج، یعنی حساب کردم هلوش 3 تومن پول نقده. این پولکی ها کامل عوض شد. دقت بفرمایید که حتی با ایزوگام هم زحمت کشیدن، رفع نشی کردن. همش میگم یکی پولکی هم کامل عوض شد. شما به اینجا که بعد نشون بدم به عزیزشون که ببینن چجوری این موتور رو نگهداری می‌کردن ازش. این موتور هم تا اینجا رسید، مونده میمونه پمپ انجکتور که بس اصلاً الان می‌خوام بیارم نصبش کنم، روشن کنم. نصبش کنم یعنی درستی که بمونه واسه پمپ انجکتور. بچه اینم از موتور تا به اینجا جمع شد کامل. دقت بفرمایید کامل سرچنش جمع شد، مون پمپ انجکتور و سوزن انجکتور، این اول کولر اینا همه کامل وصل شد. سینجور هم به خاطر پمپ انجکتورش اینا مونده. این ور منیفولد دود و هوا و توربو اینا که دیگه تنها این موتور رو کامل تا به اینجا امروز کشوندم. این موتور رو کامل تا امروز کلا دستنا در این حد جمع کردم کامل و دیگه جونی واقعا نموند برام، چون تنها بودم. برای اینکه البته عشق می‌کنم، با کار عشق می‌کنم، ولی کم خب دستنا بوچی هم تمیزکاریه و هم جمع کردنه یه مقدار درست. آقا ارادت خواست داریم، مفتخرم از اینکه